نشان دادگی است که اکثریت کل مسلمان ها روزی سعید جمعه در شهر دوشنبه. العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. الرجل نماز جمعه و توبه و تضرع و سجده ها و روزه و ختم قرآن و تمام عبادت های ما را به درگاهت قبول بفرما. این را از گناه پاک بگردان. پروردگارا این ماه مبارک رمضان را برای همه ما ماه مبارک و برکت، ماه رحمت و مغفرت و ماه پاکشوی از گناه و ماه رهایی از آتش جهنم بگردان. پروردگارا این ماه را با برکت تمام عملهای ما را خداوندان در این ماه و تمام عبادتهای ما را سعادت دنیا و آخرت نصیب و بگردان. پروردگارا کشور ما را همیشه آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده از یدگین و دنیا در حفظ حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگارا پیشوای ملت هم همیشه سفرها با منطقه ها دارند و خصوصا ناحیه اسوره و جماعتی دهاتی و روح اونجا سفرها داشتند و خیلی انشاءاتها و آبادی ها شده بود. خداوندا سفرهایشان را با برکت مبارک تمام عملهای صالح و نیتهای نیکشان را خداوندا کامیاب و موفق بگردان. پروردگارا همه این دست برداشتگان هر یکی امیدها و آرزوها و نیتهای نیکی دارند همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگارا در این ماه مبارک روزی سعید جمعه این همه روزها و وقتهای مبارک گذشتگان ما را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور، روحهایشان را شاد بگردان. پروردگارا قرآن را برای همه ما در این دنیا رفیق، پروردگارا قرآن را در اون قبر تنگ و تاریکی دیگر با ما هیچ کس نمیباشد انیس و مونیس و در روز آخرت که دو عبادتی هست که صاحبش را شفاعت میکند این قرآن از آن. پروردگارا قرآن رمضان را شفاعتگر ما و گذشتگان ما و آیندگان همه ما بگردان.